سلام دوستان، پوریا احمدی هستم و تو این آموزش میخوایم با مفهوم کلاس ها توی پایتون آشنا بشیم. اول بریم ببینیم که اصلا کلاس برای چیه و از کجا این میاد. ما یه چیز داریم توی هر زبان برنامه‌نویسی به نام OOP که مخفف Object Oriented Programming که به فارسی میشه برنامه‌نویسی شیگرا. این برنامه‌نویسی شیگرا کجاها استفاده میشه؟ برنامه‌نویسی شیگرا یه چیز مثل مهندسی برنامه است که حالا مثلا ما چرخ‌دنده‌هایی میذاریم که اینا در کنار هم خیلی خوب کار میکنن و خیلی تو کد ما موثرن و توی برنامه بزرگ باید از این OOP استفاده شه. برای مثال شما میخواید توی اکسل، ورد یا هر برنامه آفیسی کار کنید یا تو برنامه بزرگ دیسکورد، اسپاتیفای، کروم، همه اینا OOP هن. مهندسی شده این برنامه ها، براشون الگوریتم نوشتن و از اینجور داستان. کلاس هم یه چیزی تو برنامه‌نویسی شیگراه که مثلا به ما کمک میکنه مثلا یک کلاس اعداد کسری بنویسیم. مثلا ما تو برنامه‌مون میخوایم از اعداد کسری استفاده کنیم ولی خود پایتون که اعداد کسری رو نداره. ما یه راه داریم میتونیم فانکشن تعریف کنیم که اصلاً پیشنهاد نمیشه. یه راه داریم میتونیم کلاس درست کنیم مثل همون MPE که من نوشتم که اعداد کسری توشه. مثلا میخوایم بنویسیم مثلا عدد کسری 1 به علاوه عدد کسری 2. ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ داریم پایتون رو اوورراید میکنیم که حالا اینجا از کلاس استفاده میشه. سینتکس کلاسه، اسم کلاس من می‌نویسم مای کلاس، حالا بعد اینجا کارامون رو توش انجام میدیم. الان من میخوام کلاس مثل همیشه پرسن رو بنویسم که تو هر سایتی هم هست. کلاس پرسن چه چیزای یونیکی داره، چه چیزای ویژگی هایی داره؟ من میگم یه دونه بذارید مثلا یه ماشین رو به مثال بذارم. من میگم بنز. بعد ماشین چی داره؟ موتور داره. من میگم موتورش مساوی باشه مثلا با V8 توربو چارج. بعد من میگم مدلش مساوی باشه با مثلا 1.12 مثلا. بعد رنگش کالرش باشه وایت. بعد چه چیزای دیگه مثلا میتونه داشته باشه که ویژگی خوبی باشه؟ رنگ، قیمت، پرایس. مثلا من میگم که 620,000 تا. و الان ما یه سری چیزا ساختیم: موتور، مدل، کالر، پرایس. بعد میایم یه دونه وریبل میسازیم، اسمش هر چی میتونه باشه. بعد میگی بنز. الان ما اینو ران کنیم اتفاقی نمیفته و میخوایم ببینیم که اروری نداشته باشه. خب نداره. بعد ما میایم میگیم ور دات. ما مثلا کالرش رو میخوایم. ببخشید، ما میگیم پرینت کن ور دات کالر. برای ما چی چاپ میکنه؟ وایت. حالا من مثلا میام میگم اینو میزنم بنز CLS، اینم میزنم بنز CLS 2، اینم مساوی میکنم با بنز. بعد میکنم پرینت میکنم این ور دات کالر. ببخشید، بعد اسمشو تغییر بدیم بنز CLS دات کالر. اینم اینجا میزنم بنز CLS 2 دات کالر. اینو هم ریستارت میکنیم. وایت دوتاش کالرش وایته، اما مثلا من میخوام این بشه بلک. من اینجا میگم بنز دات کالر مساویس با بلک. بعد ران میکنم، میبینید که شد بلک. خب
اما یه چیزی هست، این وقتی که وایت داشت نشون میداد داشت به چی اشاره میکرد؟ داشت اشاره میکرد به این کالر توی بنز. اگه من اینو بکنم بلو، اینم تغییر میکنه، بلو میشه. در اصل اینم بلو بوده ما کردیمش بلک. حالا اینا اگه مثلا اینا بنز CLS دات کالر داره به این کالر اشاره میکنه. اگه من این کالر رو توی برنامه، حالا اینجا نمیشه تغییر داد، من پایتون آیدیالی رو باز میکنم، همینو کپی میکنم اونجا. بله این از این. خب سیوش میکنم، اینجا بهتر مفهوم میشه. ایستی. خب الان اگه من اینو اینجا من اینو وردارم بگم اینو بلک نکن، این از این. خب ببینید برای من چاپ کرد بلو. حالا من بهش میگم بیا بنز دات کالر رو مساوی کن با بلک. خب هیچ اروری نداد. بعد میگم بیا پرینت کن مثلا بنز CLS 2 دات کالر، این از این پیست. برای من نوشت بلک. این داره چی رو نشون میده؟ داره نشون میده که بنز CLS 2 تمام وریبل هاش داره به این اشاره میکنه، هرچی این باشه اون نشون میده. حالا مثلا اگه ما بیایم اینجا بنز CLS خالی هم همونه. حالا من اگه اینو دوباره کپی کنم اینجا، بعد اینو بنز CLS اینو میکنم بنز CLS خالی و بعد دوباره پرینتش کنم، همون بلک رو به من نشون میده. این یعنی داره اشاره میکنه. چی کار کنیم که اشاره نکنه و هر وریبلی که میسازیم برای خودش یک مقدار ثابت داشته باشه و اینا توش ریخته شه. الان این بنز CLS 2 ما فقط داره اشاره میکنه، چیزی توش نیست، عملا توش یه اشاره گره. ما میخوایم نه، توش خودش یه چیزی سیف کنه، توش باشه، مختص خودش باشه، ما فقط ازش از کلاس استفاده کنیم، هی بسازیم از اونا. مثلا برای کاراکترهای بازی از این روش استفاده میشه. بعد ما میایم میگیم خب برای اینکه این موضوع رو درست کنیم ما باید بیایم سازنده پایتون رو اووررایت کنیم. سازنده پایتون اسمش اینیته و 2 تا آندرلاین اینور، 2 تا آندرلاین هم اینور باید نشون داده بشه. ما میگیم توش چی؟ اولی سلف باید باشه، بیچون چرا. بعد میگیم چی میگیره؟ یه موتور میگیره، یه دونه پرایس میگیره، یه دونه کالر میگیره، یه دونه مدل میگیره. بعد میگیم سلف دات موتور مساوی با موتور، سلف دات پرایس مساوی با پرایس، سلف دات کالر مساوی با کالر، سلف دات مدل مساوی با مدل. خب الان اگه من اینجا یه دونه ور بسازم مثلا CLS مساوی با بنز و بعد رانش کنم، میگه اشتباه کردم ایناش. اگه رانش کنم میگه چی؟ میگه که ما بهش این اعداد رو ندادیم. خب موتورش گفتیم مثلا V8 بعد پرایسش هستش 120,000 تا، کالرش هست وایت، مدلش هم باشه 12 مثلا. بعد اینو ران میکنیم، ران شد. بعد میگیم بیا چی کار کن، بیا CLS دات برامون آورد که چیا توشه، در حالت عادی اینا رو نمی آورد. CLS دات پرایس 120,000 تا،
حالا اگه ما اینجا بگیم بنز، که البته این غلطه، حالا ما میگیم بنز دات پرایس مساوی با 100 تا، بعد CLS دات پرایس رو چاپ کنیم، همون 120,000 تا میمونه و این توش سیف شده. حالا مثلا ما باید بنویسیم CLS دات پرایس مساوی با 120 تا، بعد CLS دات پرایس رو مینویسیم، میگیم برامون چاپ کن که اینجوری ضایع میشیم، میگه 120 تا. این میره توی خود اون وریبل سیف میشه، سلف داره. این سلف یعنی خودش. حالا مثلا ما میخوایم یه دونه فانکشن بسازیم def print اگه الان ما بگیم CLS رو چاپ کن، به ما اون جایی که این وریبل سیو شده توی کامپیوتر رو میده. میگه از بنز که اینجا سیو شده. خب ما میگیم نه، ما اینو نمیخوایم، مرسی. ما باید بیایم ریپریزنتر پایتون رو اووررایت کنیم. اینجوری شناخته میشه که ریپریزنتر دوتا آندرلاین این ور دوتا آندرلاین اون ور، یه دونه سلف داره، یه دونه سلف میگیره که البته من اینو کجاست ایناش سلف. بعد خب این الان بیاد چیکار کنه؟ بیاد ریترن کنه یه استرینگ. ریپریزنتر همیشه یه استرینگ ریترن میکنه. ریترن کنه چیو؟ مثلا من بیام بگم موتور هستش، موتور نه ببخشید سلف دات موتور. بعد حالا من به ترتیب می نویسم. پرایس هستش سلف دات پرایس، کالر هستش سلف دات کالر و مدل هستش سلف دات مدل. این هست. خب بعد که حالا دوباره برنامه ران میکنیم، اگه بگیم CLS چاپ کن، بر ما چی چاپ کرد؟ گفت موتورش V8، قیمتش 120,000 تاست، کالرش وایت، مدلش هم 12. همین چیزی که اینجا نوشیم. ما داریم پایتون رو اووررایت میکنیم. البته اونایی رو داریم اووررایت میکنیم که از کلاس بن ساخته شدن. اگه من بیام بگم نمیدونم، بیام بگم پرینت کن 1 به علاوه 2، برای من 3 چاپ میکنه. نمیاد بگم موتورش فلانه و اینا، میاد پرینت کن 1 به علاوه 2، گفت 3. خب این البته من پرینت CLS هم بنویسم که بهتر معلوم شه. میگه پرینت ندارم، ما میگیم باشه پرینت بکنیم نفع CLS. برای ما همون رو چاپ کردیم. توی این ایدیالی CLS بنویسه خودش پرینت رو میذاره یه جورایی بغلش. همونطور که دیدید کلاس ها به این درد میخورن. حالا توی ویدیوی بعدی ما میخوایم کلاس وکتور رو بنویسیم یا کلاس فرکشن ها رو بنویسیم که اعداد کسری هن. حالا امیدوارم خوشتون اومده باشه، امیدوارم کلاس ها رو تا حدی درک کرده باشید. قرار نیست کامل درک کنید چون هنوز آموزش کامل نشده. ممنون از اینکه تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما به دوستاتون ما رو معرفی کنید. تو چنل دیسکورد ما هم عضو شید. سوالی داشته باشید همونجا جواب میدم. خدا